سوال از جواب هم برادری که پرسیدن که سگ جایز هست یا نه. سگ اگر برای شکار باشد، برای مثلا که صید کردن باشد، علما اجازت میتن و در قرآن هم اجازت هست، موافق حدیث ها هم اجازت هست. اما سگی که به خاطر خانه هاشان، به خاطر مثلا که یک نشانتی، به خاطر سیر گشت کردن با همراه اون سگ، جایز نیست از این کار اصلا جایز نیست. در روایت بخاری مسلم آمدگی هست که پیامبری که مثلا میگه که کدامی که یک سگ را مثلا که نگاه می‌دارد برای شکار نباشد، برای چوپانیش نباشد، همون هر روز کم میشد، از اجر همون 2 قیرات کم میشود. یعنی که ثوابهاش مانند 2 کوهواری کم شده رفتن میگیره هر روز به خاطر همون سگ. و نیز در روایت بخاری مسلم نیز آمدگی هست از حضرت ابو هریره رضی الله عنه میفرماید که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله که هر کسی که باز می‌دارد یک سگ را نگاه می‌دارد، چی در خونش باشد، چی مثلا که در همون حولیش باشد، به عذر مثلا، پس همون کم میشد از عملش هر روز قیرات، گفته 1 قیرات، مگر که سگی برای نگاه بینی باشد یا که برای چوپانی باشد. یعنی که یک نفر به خاطر نگاه بینی خانه‌اش یک سگ میگیره برای نگاه بینی مثلا که رمه و چوپانیش، اون هیچ باکی نداره. اما غیر این درست نیست، از هر روز ثوابش کم شدن میگیره، چی 1 قیرات باشد، در بعضی روایات چی 2 قیرات باشد. مثلا که ناجا سگ گرفتن و من کردن جایز نیست است. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.